حالا دوستان اینجا نشسته بودم داشتم مشق می نوشتم اون داستانام. بعد یهویی گرسنم شد. این برنج مونده صبح یه قد مونده بود داغش کردم. بعد چیکن و آبپز کردم. بعد سعی یه خورده تفتش دادم که اینجوری خوش قیافه بشه. بذار مثل فیلم ها صداشو در بیاریم. آه آه از این کسو بازی ها. بعد گوزه و فلفل دلمه و پیازم کف خوابوندیم، اینام هل دادیم سوار شدن. یه کوچولو کاهو. من عاشق لیمو هم. بعد پیازم دوست دارم همیشه. بعد اینم خلال میکنم چون ویتامین سی زیاده حال میده. همین دیگه میزنم. بعدش لالا باز ببینید شما 6 صبح باز چی میگی؟ باز پا میشم آشپزی میکنم.